سلام دوستان، به چنل زهرباران خوش آمدید. امروز برای شما شیرینی نارگیری میخوام درست کنم. دوستان با بافت لطیفش بسیار عالی، خوشمزه و خیلی هم آسان است. همه پف نکته‌اش رو برای شما در این ویدیو توضیح میدم. امیدوارم خوشتون بیاد. مواد لازم برای شیرینی نارگیری ما 1.5 لیوان تقریبا 250 گرم پودر نارگل، چرب باشه خیلی خوبتر میشه دوستان عزیز، و 1 لیوانم شکری هم به 250 میلی گرم تعلق داره، یعنی میایم خط دوتاش هم باید 1 گرم باشه، چون که حجم شکر از پودر نارگیل زیادتره. برای همون 1 لیوان شد. دوستان تقریبا 3 الی 4 صفحه تخم مرغ استفاده کردم که تقریبا نیم لیوان فرانسوی تکامل میشه برای صفحه تخم مرغ دوستان. و از نیم لیوان فرانسوی کم 1 انگشت کمتر روغن مایه استفاده کردم که کمیش هم میمونم در روغن مایه هم در صفحه تخم مرغ. از 3 بلمیشه 1 بلمیشه بانن 2 بلمیشه بندازن دوستان. برای شیرینی نارگیری ما 1 قاشق غذاخوری آب لیمو و 1 پاکت هم وانیلین استفاده میکنم دوستان. الان این حجم تا سر حرارت باید بذارم. اول خوب میکس کنین، 1 دستش کنین و در ادامه در سر حرارت بانین با آتیش کم. دوستان قوامش دارین میبینین. اگر شما کمی سفت‌تر بود لطفاً روغن استفاده کنین، کمی خیلی کم. صفحه تخم مرغ استفاده نکنین. اگه خیلی شلم بود میتونین پودر نارگیل خیلی کم 1 قاشق غذاخوری یا 2 قاشق غذاخوری استفاده کنین. دوستان ما الان در سر حرارت ما میخوایم بذارم دوستان. یادتان نره وقتی سر حرارت گذاشتن حرارت باید اول کمی گرم شه، بعد از لطفاً حرارت کم کنین، یعنی تقریبا 1 الی 2 دقیقه طول میکشه. اولین قوام خمیر ما به این شکل است. هارج ما ایره شما تقریبا 9 دقیقه الی 10 دقیقه سر حرارت کم هم بزنین، جای نره که زیرش شاید بسوزه، شاید هم توپاک ببانه. برای همین دوستان با حرارت کم 9 الی 10 دقیقه اینطوری هم بزنه، ببینید قوامش اینطوری واز میکنه خودم. دوستان دستتون داخل انگشتتون داخل هارچ بذارین. اگر دستتون در 3 الی 4 ثانیه سوختن شروع کدک میتونین ادامه مواد لازمه داخل هارچ بندازن. خوب هم میزنم. اینم تقریبا 2 الی 3 دقیقه ادامه میتم هم زدن و از سر حرارت هارج ما را میگیرم میبینین قوامش خوب شل شده، خود خوب مانده. الان ما را در 1 قاب دیگه میمونیم که زودتر یخ شوه، چون که تا یخ نشده نمیتونیم در دش دفیر بانیم. دوستان عزیز یادتان نره من برای چی میگم که حرارت گازتان کم باشه، چون که صفحه تخم مرغ احتمالش زیاد است که پخته شه و برای هم حرارت کم بانه که یک دفعی حرارت نبینه هارجتان. چون که اگه تخم مرغتان پخته شده صفحه تخم مرغتان داخل فر متاسفانه به احتمال زیاد باد نمیکنه. دوستان من تقریبا 1.5 الی 2 ساعت ماندم یخ شوه در گرمی اتاق. هارج ما یخ شد. الان به سر سینی فر اینا را میخوام دیزاین کنم که داره نمیدیم. الان 2 ساعت استارت شدم که یخ شوه در گرمی اتاق. من 1 کاسه آب گرفتم با سینما شرب کردم. شما میتونین کاغذ روغنی استفاده کنین، اگه نبودم میتونین مثل معمولی چرب کنین. دوستان کاسه استفاده کردم من شکل میتونم برای شیرینیم. به شیرینی که شکل دادم در داشتان فرتانه در 170 درجه بانین خوب گرم بیایه.
دوستان همین شکل که دیدین گرد من میمانم. تقریبا اندازه یک چهارمغز باشه کلانیش بس است دوستان. به شکل که میبینین همه شیرینی میتونی شکل دادم، داخل فرمان دادم و در ادامه به این شکل شد. بسیار آسان است، اگه پوف نقطه‌اش دقت کنین هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنه. بسیار مواد کم لازم داره، بسیار آسان هم جور میشه، خیلی هم زود جور میشه. تنها در پوف نقطه ها رو دقت کنین، بسیار یک شیرینی عالی به دست میارین. دوستان اگه اینطوری ویدیوهای من خوشتون آمد، اگه ادامهش خواستن لطفا در چینل من سابسکرایب و زنگوله رو بزنین. اگه سوالی توصیه‌ای داشتین لطفا در کامنت ها بنویسین، من 100% جواب شما را خواهم داد. و اگه از این ویدیو خوشتان آمده لطفا لایک یادتان نره. تشکر تا الان قیمه بیننده بودین. امیدوارم به خدای بزرگ میسپارم.